بسم الله الرحمن الرحیم. غانم المفتاح جوان معلول و دارای حالت جسمانی کاملا متفاوت که یکی از افتتاح کنندگان جام جهانی در قطر بود، حرفهای خیلی دلنشین برای دکتر صاحب زاکر گفت که هر مسلمان آرزو دارد آن حرفها را به دکتر صاحب زاکر نایک بگوید. در ادامه ویدیو با ما همراه بوده این ویدیو را حتما لایک کنید تا همه از این موضوع آگاه شوند. غانم المفتاح جوان قطری می باشد که همراه مورگان فریمن بازیگر مشهور هالیوود یک جا جام جهانی قطر را افتتاح نمود. حالا در سخنرانی دکتر صاحب اشتراک نموده، ببینید که چی می گوید و عکس العمل دکتر صاحب چی خواهد بود. First of all, I would like to introduce myself to you. در اول مایل هستم که خود را به شما معرفی کنم. اسم من غانم است. من 14 ساله هستم و صنف 8 می باشم و در حال درس خواندن و مکتب دوحه هستم. Dr. Thakur, I don't have any question. دکتر زاکر، من هیچ سوالی ندارم، اما دکتر زاکر خوش آمدین به کشور من قطر. افتخار می کنم که شما را ملاقات کردم. You may ask me what I'm doing here. شاید سوال کنید که من اینجا چی کار میکنم در حالی که فقط 14 ساله هستم. به خاطر که من خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دوست دارم و به خاطر که من افتخار میکنم که مسلمان هستم. لکچرهای شما برای من انگیزه میدهد تا قوی بمانم و از دین و باورهای خود دفاع کنم. وقتی که در صفحات اجتماعی به پیامبر ما و دین پاک ما توهین می شود، مرا زجر می دهد. من واقعا تلاش را می کنم تا یاد بگیرم که چگونه با چنین افراد مواجه شوم و این که چطور حرفهای برحق پیامبر را انتشار بدهم. و یک بار دیگر خوش آمدید به قطر. باور کنید که اینجا مثل خانه شماست، به خاطر که ما احساس می کنیم که شما یک عضوی این فامیل بزرگ هستید و این آرزوی من بود که شما را ببینم و همیشه لکچرهای شما را در یوتیوب دنبال می کنم و شما را خیلی زیاد دوست دارم. And I love you so much. ماشاءالله برادر، من درباره شما میدانم و برای شما دعا میکنم که الله سبحانه و تعالی شما را شفا بدهد و شما را یک مجاهد بگرداند. به معنی این است که غلط فهمیایی که درباره اسلام انتشار یافته است را واضح بسازید. امروز ما آگاه هستیم که رسانه‌های اجتماعی قوی ترین اسلحه در جهان است و الحمدلله من به درگاه خداوند دعا میکنم که خداوند شما را یک کسی بسازد که غلط فهمیایی را که به اسلام ربط داده اند را آشکار کنید و از طریق شما چندین انسان را به اسلام هدایت کند انشاءالله. And me through you guide many people to the path of Islam, inshallah. سپاس فراوان از این که تا حال بیننده برنامه بودید. برای حمایت از ما کافی است ویدیو را لایک نموده علامه سابسکرایب را فشار دهید. نظریات و سوالات خود را در قسمت کامنت باکس بنویسید. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدار.